سرخط مهمترین خبرها: طلب جاری کردن تحریم بر ضد منصبداران تاجیکستان. وکیل پارلمان: پوشیدن سطر و حجاب و لباسهای نیم عریان منع شده است. و دادگاه گاگ قرار حبس سرگئی شویگو را صادر کرد. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامداد تقدیمتان میکنیم. امروز 27 ایون سال 2024 است. یک کمیسیون معتبر آمریکایی منع گردک کودکان و لباسهای به اصطلاح بیگانه را در تاجیکستان سخت تنقید کرد. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی روز 26 ایون از حکومت ایالات متحده خواست برای پیشگیری از هرچه بیشتر پایمال شدن آزادی‌های دینی به ضد مقامات تاجیکستان چاره اندیشد. اریک اویلند، معاون مدیر این کمیسیون، در بیانیه روز چهارشنبه گفت دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا از سال 2016 تاجیکستان را در قطار کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است، ولی دوشنبه به این نگاه نکرده در جستجوی راه‌های نوی محدود کردن آزادی‌های مذهبی است. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی هم روز 26 ایون نوشت که مقامات در تاجیکستان زنان را مجبور می‌کنند تا رویمال خود را به طرز تاجیکی بندند. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی که 9 عضوش را پرزیدنت ایالات متحده یا سران احزاب کنگره تعیین می‌کنند، وضع دینداران را در گوشه‌های جهان از جمله تاجیکستان ارزیابی می‌کند. کمیسیون مستقیم به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و کنگره آمریکا توصیه‌ها می‌دهد و نتیجه آن را پیگیری می‌نماید. متن قانون تنظیم در تاجیکستان که محدودیت‌های بیشتر را در نظر دارد، روز 20 ایون از طرف رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا و سپس در مطبوعات دولتی نشر شد و به اجرا درآمد. طبق آن اکنون آوردن، فروختن، ترقیع و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شده است. هرچند مقامات تاجیکستان به طور رسمی لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان طی عملیات بیشتر زنان سطر و حجابدار هدف قرار گرفتند. کمیسیون آزادی‌های دینی آمریکا در ماه می نیز خواهان تحریم‌های هدفمندانه به ضد بعضی اداره و منصبداران تاجیکستان شده بود، آن افرادی که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند. در این موضوع یک خبر دیگر هم داریم. یک وکیل پارلمانی تاجیکستان تصدیق کرده است که بر اساس قانون نوی تنظیم منبعد پوشیدن سطر و حجاب منع است. با وجود این به اجرا درآمدن قانون تنظیم، مقامات تا حال مشخص نگفته بودند که منظورشان از لباس بیگانه دقیقاً کدام لباس است. موجب خان جوهری، وکیل مجلس نمایندگان، در صحبت با خبرگزاری از پلاس گفته است قانون نو پوشیدن سطر و حجاب، عبایه‌های دراز و سیاه، جنس‌های دریده، لباس‌های خیلی کوتاه و نیم عریان را منع کرده است. خانم جوهری به زنان تاجیکستانی پیشنهاد کرده است که به جای سطر و حجاب رویمال خود را با اصول تاجیکی از پس سر و پشت گوش بندند. موجب خان جوهری در پاسخ به انتقاد از منع سطر و حجاب گفته است لباس ملی تاجیکی یگان آداب یا معیار دین را ویران نمی‌کند. در حالی که نوار ریدها نسبت زنان حجابدار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، وکیل پارلمان میگوید که قانون قبول شده معنای آن را ندارد که اکنون اثر مادران و زنان تاجیک رویمال‌ها را که رمز فرمانبرداری، احترام به اصل خود و دین میباشند کشیده می شود. موجب خان جوهری هدف از قانون نو را پیشگیری از تاثیر فرهنگی بیگانه گفته است، اما سازمان‌های حامی حقوق و برخی ساکنان طلبات نو را محدود کردن آزادی‌ها خواندند. در شهر دوشنبه ضمن یک مراسم به ختم کنندگان یگانه مکتب افغانی حجت کمال دادند. مکتب سامانیان حالا در بینای سفارت افغانستان فعال است. همکارم شعله عبدالله در این مراسم شرکت کرده این گزارش را آماده نمود. مراسم ختم تحصیل یگانه مکتب مهاجران افغانستانی در تاجیکستان. 29 ختم کرده از جمله 13 پسر و 16 دختر در یک مراسم ویژه در سفارت افغانستان در دوشنبه صاحب شهادتنامه ختم مکتب گردیدند. مدت 12 سال میشه که در کشور دوست تاجیکستان زندگی میکنیم و خوشبختانه امروز تونستیم که مکتب خود را با موفقیت خلاص کنیم و به اتمام برسانیم و در آینده ببینیم که چی میشه. ما میخوایم تحصیلات خود ادامه بدیم در بخش که مد نظر داریم، اما باید جا داره تشکری کنیم از کشور دوست تاجیکستان، از رهبری کشور که به ما فرصت های زیاد درسی را مسائل ساخته از هر زمینه، از هر لحاظ. 16 دختر در این مراسم در حال صاحب شهادتنامه شدند که در افغانستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان دختران از صنف 6 بالا حق تحصیل ندارند. اولا احساس خوشی است، احساس راحتی است که تانستیم بالاخره موفقانه
مکتب تمام بسازیم. سفیر افغانستان در دوشنبه ضمن سخنرانیش از حکومت کشور برای دستگیری اظهار سپاس نموده بار دیگر از روش طالبان در رشته مکتب و معارف تنقید کرد. کشور در محاصره یک گروه متعجر، متعصب و افراطی قرار دارد. اینجا شما نشان میتین که شما با بسته کردن دروازه های مکتب، با پامال کردن حق حقوق زنان افغانستان که دانشگاه ها و مدارس را به مکاتب انتحاری، به مکاتب جهادی تبدیل ساختین، ولی مردم افغانستان در هیچ گوشه و کنار دنیا بی تفاوت باقی نمیماند. تاجیکستان در سال 2023-24 برای شهروندان افغانستان 40 بورسیه جدا کرده بود. با دلیل نداشتن روابط، سفارت افغانستان این بورسیه ها را برای ختم کرده های مکتب سامانیان و افغانستانی های داد که حالا در تاجیکستان هستند. در همین حال بعضی از پناهجویان افغانستانی قبلا شکایت کردند که تاجیکستان 3 سال باز اتستات و دیپلم‌هایشان را اعتراف یا برابر ارزشی یا نوستریفیکاسیا نمی کند. این مشکل به گفته آنها بعدی به قدرت رسیدن طالبان پیش آمده دامنگیری ختم کرده های مکتب سامانیان در دوشنبه نیز گشته است. اما مدیر این مکتب چنین گفته ها را رد کرد. تاجیکستان بورسیه رایگان در مکتب سامانیان آوردند که ما تشکری میکنیم. اما ساله اونا همکاری کردن با ما. اینا میرن امرای امی سند فراغت که ما مکتب تعلیمات عمومی سامانیان آماده کرده با تاییدی مقام سفارت و اتشه معارف، اینا بدون یگان مشکل داخل دانشگاه میشن. تا سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 1000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌خواندند. حالا با دلیل مشکلات روابط و دریافت ویزا تعداد آنها تا 165 تن پایین آمده است. دادگاه شهر آستانه قزاقستان 26 ایان حکم قاندق بیشینبایف وزیر پیشین اقتصاد ملی این کشور را که با جرم کشتن همسر سلطنت نوکین و 24 سال زندانی شده است بی تغییر باقی گذاشت. بیشینبایف و وکیل دفاع او از دادگاه خواسته بودند که بند پروندهش از کشتار به قصداً رساندن ضرر جسمانی عوض و جزا را سبکتر کند. قاندق بیشینبایف 13 می به جرم کشتن همسرش سلطنت نوکین و 24 سال زندانی شده بود. دادرس گفت وزیر سابق به کشتار با بیرحمی مخصوص و شکنجه گناهکار دانسته شد. وزیر پیشین اقتصاد ملی قزاقستان را 11 نوامبر سال 2023 به گمان قتل همسرش به حبس گرفتند. او همگی 26 سال داشت که به منصب وزیری رسید. دادگاه بین‌المللی جنایی روز 25 ایان دستور داد که وزیر پیشین دفاع روسیه سرگئی شویگو بازداشت شود. همچنین قرار بازداشت سردار ستاد کل آن کشور والری گراسیموف هم برآمده است. این دو نفر به جنایت‌های احتمالی جنگی متهمند که هدفشان انشاءات‌های غیر نظامی و رساندن ضرری از حد زیاد به غیر نظامیان می باشد. دادگاه از جنایت‌های ضد بشری در اوکراین نیز یادآور شده است. دادرس‌ها گفتند که شویگو و گراسیموف به انجام جنایت جنگی در اوکراین یا به واسطه دستور دادند و یا وظیفه‌های خود را برای پیشگیری از آنها درست اجرا نکردند. در دادگاه گفتند که دو نفر مسئول حمله موشکی به نظام انرژتیکی اوکراین در دوره از 10 اکتبر سال 2022 تا 9 مارس سال 2023 می باشند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی صادر شدن قرار بازداشت دو شخصی به گفته او کلیدی را در ارتش روسیه خوش پذیرفت. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 27 ایان را فرا می‌گیرد. 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. روز 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفان امضا شد که به جنگ 5 ساله برادرکوش شهروندی خاتمه بخشید. بعد این جریان همایش طرفهای جنگ به جریان صلح، خلع سلاح و تأسیس حکومت با شمول مخالفان شروع شد. با گذشت سالها سابق مخالفان از دور شدن حکومت از اجرای شرطهای سازشنامه صلح و یک
بی‌جانبه برجسته کردن نقش خود در این جریان انتقاد کردند. 27 ایون سال 2016 مقامات تاجیکستان گفتند در یک تندر بین‌المللی شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجلو برنده شد و ساختمان طرح نیروگاه برق آبی روغن را به عهده گرفت. این شرکت به قول مقامات از میان 40 داوطلب دیگر برنده گردید و قرار شد که با نزدیک 4 میلیارد دلار بنیادی طرح استراتژی تاجیکستان را که باید استقلالیت انرژی کشور را تامین کند به راه میماند. 27 ایون سال 2018 اولماس جمال شاعر و روزنامه‌نگار ازبک زبان تاجیکستان که او را شاعر زولسانین یا دو زبانه هم مینامند در 84 سالگی درگذشت. اولماس جمال از کارمندان سابقه‌دار نشریه ازبک زبان خلق‌آوازی بود و در این مدت بیش از 20 کتاب شعرهایش را نشر کرد. نقش او را در حفظ و تبلیغ فرهنگ و زبان ازبکی در تاجیکستان مهم ارزیابی می‌کنند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روز و روزگار خوش را تمنا داریم.